قضیه تلاش تجاوز یک دختر توجه زیادی را به دادگاه آقسقلان در قرقیزستان روانه کرد. آقسقلان در اینجا امر دادند خانواده نورلند مرد متهم به تجاوز از دیه رانده شود. من نمیگویم که به نورلند رحم کنند، به کودکان من رحم کنند. آخر خودشون هم کودک دارند. متهم به تلاش تجاوز در بازداشت است و تفتیش ادامه دارد، ولی دادگاه آقسقلان حکم خویش را صادر کرده است. به مردم وقت لازم است که ببخشند. حالا طلب دارند که عائله دیه را ترک کنند. این قرار سخت آقسقلان است. قرارشان دیگر قبول شد. هر یک دیه قانون نانوشته خود را دارد. من نمیگم این قرار درست هست یا نه، اما آن را اجرا میکنند. در قرقیزستان سال 2002 به دادگاه آقسقلان اجازه رسمی دادند و آن از 50 شخصی معتبر دیه تشکیل می‌یابد. دادگاه‌های آقسقلان همزمان با نظام دادگاهی معمولی عمل می‌کنند و سال‌های اخیر فعالتر شدند. سال 2015 10,000 پرونده و سال 2018 65,000 پرونده را بررسی کردند. پرونده تجاوز این نگرانی‌ها را برانگیخت که دادگاه‌های آقسقلان از صلاحیت‌هایشان فراتر می‌روند، زیرا بر اساس قانون حق دارند فقط در تقسیم مالکیت و جنجال‌های عائلوی دخالت کنند. تحقیقات گوناگون نشان دادند که زورآوری به زن در قرقیزستان زیاد شده است. در این حادثه جبردیده دختری 16 ساله است که او را برای معالجه زخم‌ها و کمک روانی به شفاخانه بردند. معاون وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان گفته است مردم دیه از کار مقامات انتظامی ناراضی بودند، ولی آقسقلان هم حق دخالت به این پرونده را نداشتند.